به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. ایمان داشتن به تقدیر یکی از ارکان و ستونهای ایمان است. بنده مومن میباید ایمان داشته باشد، باوری قطعی داشته باشد که خداوند در این هستی قضا و قدری کرده به علمش و به حکمتش و این عالم را طبق آن تقدیری مقرر شده تدبیر میکند، کارسازی می نماید و خداوند عزوجل بنده را هست کرده به این عالم هستی آورده تا را امتحان کند. هر یک در این صحنه حیات در امتحان است، در سنجش است. بنابراین می باید بنده وظیفه بندگی خود را فراموش نکند و به آنچه که خدا تدبیر میکند اعتراض نکند، ناریزاگی نکند، از اینکه اسرار و حکمتی تدبیر الهی را نمیداند تسلیم امر خداوند شود و یقین داشته باشد که خداوند در هر تدبیری که میکند، چه خوش است چه ناخوش، چه فراخی و نعمت است چه سختی و مصیبت، امتحان است و حتما خداوند حکمتی دارد و آن کار خدا، تدبیر خدا سری دارد. خداوند کار بیهوده ای نمی کند و چون بر سر انسان در این دنیا بعضی سختی ها که رخ دهد، ناخوشی ها اتفاق افتد، می باید بنده در این حالت به تدبیر خدا، به قضای الهی تسلیم شود و راضی باشد و بنده به این رضامندی از تقدیر الهی تسلیم شدن بر این کارسازی های با حکمت خداوندی البته اولا بالیدگی روح و روان کسب می کند، قلبش آرام می شود، مطمئن می گردد و ثانیاً رضای خداوند به دست می آورد. در حدیثی که امام ترمذی آن را روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بنده مورد امتحان قرار می گیرد. فمن رضی فله الرضا و من سخط فله السخط. یعنی هر بنده ای که به تدبیر الهی که خداوند بر سری بنده اش آورده راضی شود، تسلیم امر الهی شود، گوید خداوندا من حتی در این سختی هم از تدبیری تو راضی هستم، میدانم که در این سختی حکمتی هست، سری هست. چون رضا شود فله الرضا، خداوند از او راضی می شود، خوشنود می شود، از امتحان می گذرد. یعنی و من سخط فله السخط. و هر کسی نارضایی کند، اعتراض کند، ناراحتی کند از تقدیر الهی، از تدبیر خداوندی، فله السخط، در مقابل چنین معامله می شود، خدا نیز از او ناراضی می گردد. البته راضی شدن به تقدیر دوستان عزیز به آن معنی نیست که در ذهن بعضی ها دیده می شود، از زبان بعضی ها شنیده می شود، در هر شرایطی بدون ناگواری هم باشند میگن تقدیر من همین بوده و دست از سعی و تلاش می بردارن. نه، این مفهومی غلط است. انسان شرعاً مأمور است، امر شده تا کوشش کند، تلاش کند، سعی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اگر در دست شما نهال باشد و قیامت فرا رسد، آن نهال را در زمین شنانید. تا این درجه شریعت انسان را برای آباد کردن، برای سعی کردن، تلاش کردن تا آخرین لحظه ترغیب میکند. انسان مأمور است شرعاً، سپارش شده تا علم‌های جدید اندوزد، تجربه آموزد و حال خود را از هر جهت، حال خود را و حال اطرافیان خود را بهبودی بخشد. تکیه به تقدیر نکند، چون که تقدیر غیب است، اون میداند که به او چی نوشته شده. بنابراین نباید بهانه جویی کنید که تقدیری من همین بوده، بلکه راضی شدن به تقدیر در آن صورت باید در بنده دیده شود که حالت ناگواری سر او می آید، که او تلاش خود را کرده بود، احتیاط خود را گرفته بود، اما مصیبت ناخوشی سری او آمد که این دنیا خالی از ناخوشی ها نیست. در این حالت می باید بنده وظیفه بندگی خود را اجرا کند و تسلیم امر خدا شود و بگوید پروردگارا تو حکیم هستی، هیچ کاری تو خالی از حکمت نیست، خالی از اسرار و معنا نیست و تسلیم امر خدا شود و رضای خدا را به دست آورد. امام غزالی در این مورد داستان عجیبه در این کتاب نفیسی خود آورده، الاربعین فی اصول الدین، در باب راضی شدن به تقدیر، تسلیم شدن به تدبیر الهی، که تأکید این گفته ها در این داستان هست. شاید این قصه رمزی باشد، اما دلالت آن دلالت خوب است، معنای آن معنای جالب است. امام غزالی در این مورد آورده که پیامبری در گوشه کوه گوشه نشینی به طاعت و عبادت مشغول بود
در نزدیکی او یک چشمه هم بود. یک اسب سوار به نزد او گذشت پیش آن چشمه و فرآمد، نشست، آب نوشید و رفت. اما همیان خود را که پر از دینار بود آنجا فراموش کرد. نفری دیگر آمد، آن همیان را برداشت و رفت. سپس بعد او یک مرد فقیر دیگر آمد که در پشت هیزم جمع کرده بود. آنجا نشست، استراحت کرد، آب نوشید و دراز کشید تا کمی دم گیرد. این اسب سواری که همیان خود را فراموش کرده رفته بود برگشت و از این فقیر طلب کرد که من اینجا همیان گذاشتم و تو گرفتی به من بدی. و فقیر میگفت چیزی ندیدم و این چیز در دست من نیست. و این اسب سوار او را هیچ باور نمی کرد، عذاب و اذیت کرد و بازم چیزی نمیافت. منتها را و قتل رساند. پیامبری که آنجا بود این صحنه را تماشا میکرد و در حیرت و تعجب شد. گفت پروردگارا، این همیانو که فقیر مسکین نگرفته بلکه اون ظالمی دیگر گرفت و رفت و این اسب سوار را مسلط نمودی، به ظلم این مسکین را به قتل رساند. خداوند اینجا با این پیامبر وحی کرد اشتغل به عبادتک فلیس معرفت اسرار الملک من شأنک. به عبادتت مشغول شو فلیس معرفت اسرار الملک من شأنک. اسرار ملک را دانستن این وظیفه تو نیست. هیچ کسی از رعیت به پادشاه و راهبر کشور میگوید که چرا فلان جا سفر کردی، چرا با فلانی نشستی، چرا این راه را چنین ساختی. مثلا رعیت وظیفه خود را دارد، راهبر وظیفه خود را. خداوند مالک الملک صاحب این هستی است، آفریدگار این هستی است. هر چی که تدبیر میکند حق دارد و بنده هرگز حق ندارد به تدبیر خدا که در ملک خودش تدبیر میکند اعتراض کند. خداوند اینجا به این پیامبر فهمانید که ان هذا الفقیر کان قد قتل ابا الفارس. این فقیر هیزم کش که دیدی در گذشته پدر این اسب سوار را کشته بود. فمکنته من القصاص. من این فرزند را برای قصاص پدر را گرفتن دست دادم، قدرت دادم، چون این تدبیر کردم که قصاص پدرش را از این قاتل که امروز هیزم کش شده بگیرد. و پدری و این ابا الفارس کان قد اخذ 1000 دینار من مال اخذ سره. و پدری این اسب سوار 1000 دینار از آن نفری که همیان را گرفته رفته بود غصب کرده گرفته بود. یعنی این مال همون نفری که همیان را برداشت و رفت مال خودش بود که پدری اسب سوار از او غصب کرده بود. فرددتها الیه من ترکته. مالش را از ترکه این به صاحبش برگرداند. امام غزالی در پایان قصه علاوه میکند، میگوید فمن ایقن بامثال هذه الاسرار لم يتعجب من افعال الله تعالى بل تعجب من جهل نفسه ولم يقل لما وكيف فرضي بما دبره الله في ملكوته. یعنی هر کس که یقین کند که خداوند در تدبیر این هستی اسرار دارد، حکمت دارد، هرگز از کارهای خداوند تعجب نمی کند بلکه از جهل و نادانی خودش تعجب می کند و هرگز چرا و چگونه، چرا چنین شد، نباید چنین می شد نمی گوید بلکه به تدبیر خدا راضی می شود و آنگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند فمن رضی فله الرضا. هر کسی به تدبیر الهی راضی می شود، مطمئن می شود، به حکیمیت خداوند یقینا باور دارد، خدا از او راضی می شود. موفق و مؤید باشید.